مقامات روسیه نفر دهم یک ساختمانچی مهاجر از تاجیکستان را با اتهام مبلغ گذاری مسئولان حمله مرگبار به تالار کراکو سیتی هال کنار مسکو به حبس پیشکی گرفته 4 نفر دیگر را به سهم گذاری در این حمله متهم کردند. 1 اپریل دادگاه بسمانی مسکو یعقوبجان یوسفزاده شهروند 25 ساله تاجیکستان را بر پایه قسم 3 ماده 205 قانون جنایی روسیه یعنی عمل تروریستی تا 22 مای به حبس گرفت. کمیته تفتیشاتی روسیه بر این نظر است که یعقوبجان یوسفزاده چند روز پیش از حمله برای تأمین گمانبران با جای توسط کارت بانکی به یک شریکش پول فرستاده است. نشریه روسی کامرسانت با تکیه به منبع‌هایش نوشته است که یوسفزاده به حساب فریدون شمس‌الدین که احتمالاً رهبر گروه مسئول حمله به کراکو سیتی هال می باشد پول گذرانیده است. تصدیق درستی این اتهامات توسط منابع مستقل فعلا امکان ندارد. مفتشان گفتند یک قسم پول بعد از صادر شدن جنایت به حساب یکی از حمله‌وران گذرانیده شد. طبق اطلاع رسیده یوسفزاده عائله‌دار و صاحب 3 فرزند است. در جریان محاکمه یوسفزاده به زبان تاجیکی صحبت کرده از کمک ترجمان استفاده برده است. وکیل مدافع یوسفزاده به خبرنگاران گفت که عیبنامه زیر حمایه‌اش را شرح نمی‌دهد. مقامات تاجیکستان این و هم بازداشت‌های پیشینه را شرح ندادند. روز دوشنبه FSB خدمات فدرالی امنیت روسیه گفت 4 زاده تاجیکستان که 31 مارس در جمهوری داغستان دستگیر شدند در رابطه با حمله تروریستی 22 مارس تفتیش می‌شوند. در نواری که مقامات روسیه نشر کردند و در آن سیمای بازداشت شده ها سیاه کرده شده است، یکی از آنها میگوید به مسئولان حمله به کراکو سیتی هال автомات کلاشنیکوف و تیر برده است. بازداشت شده دیگر ابراز داشته است که به مسئولان حمله کراکو سیتی هال پول فرستاده است. بر اثر حمله مسلحانه 22 مارس در کراکو سیتی هال 144 کس کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. در پی این عمل مرگبار 4 شهروند تاجیکستان فریدون شمس‌الدین، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجبالی زاده و محمد صابر فیضوف دستگیر شدند. به قول مقامداران روسیه آنها گویا تلاش داشتند که به اوکراین فرار کنند. مسئولیت حمله به کراکو سیتی هال را سازمان دهشت افکنی دولت اسلامی به دوش گرفته است.